یا الله، فرزندم را که تیکه از قلبم هست و تو سپردم در مکانی که از دیدی من پنهان هست، اما از دیدی تو هرگز پنهان نیست. پس از عظمت و بزرگیت نگهداری آن باش. سلام، آمدی می؟ آمدم. همین من شما و حیران میشم مادر جان. من کودک نباشم. آدم یک بار به میفهمدی آخر. ها گفته آمدیمی رفتیمی دعا دیم این کنم وای کنم، خد در آمده خواب روید نیمی؟ این خیل نگو، دعا تو رو نگه می دارد. مادر جان نمیفهمید. و این زمانه به پول باشد جین هم نمیزند. در رو اتخاب کنید مادر جان. پسر جانکم، یک دم شین، یک دمک هر دویمان شینیم، مثل پیشتره صحبت کنیم. خوب حاضر. الو، سلام علیکم. سمدکه ساز میشمو تینج میشمو. هیچ چطور شده یک تلفن کرده دا؟ همین طور. خودتون خوب؟ من وای بارها رو فرسانده بدم. البته خوب شده است. تلفن کرده استید؟ خیر. خوش، چی گفتید مادر جان؟ گپ زنید. اکنون بچه جان، تو آدمی یک جای میفهمیدگی، سروری چندین کارخانه، اکنون یک خانه کلان و وسیع ساختی که روز به تو کار بمیروی. من یک ده خودم تنها. چطوری که میگوین آسمان بلند و زمین سخت، همون کلی نه با نبیره چه ام می آوردی جان بچم. آها، انا گپ در گوجو مادر جان. خیش تباری خودتون که هستن؟ این طور نگو. نمیشود. میفهمید نمیشود. برای چی؟ وای ستاتسی من به تیغری نمیگیرد مادر جان. این طور نگو بچه. لایقی من نه. پسر چی؟ ای خیر روزش میبیند مادر جان. همین روزی دراز مانده شده از کار به خانه میویم دم گیرم گویم دایما جاغ شما کشادگی مادر جان. در این زمانه مادر جان هر یک آدم باید ستاتوسی خودش رو نگاه کرده زن گیرد. یگاه خدا گفته ششتگی زیباسانم بودگیستی آخی مادر جان. آخر این بایگری و این ثروت و این گشتنهای تو یک لحظوی اند بچم. به خود آی. مادر جان اینقدر گپتون بسیار همین دایما وق. مادر جان گپ بسیار نکنید و همین از دولت پسرتون مزه کرده استراحت کرده گردید. امروز پسرتون با خدا داده است. یک تا نه، دو تا نه، او 6 تا کارخانه و سردار، او رئیسی کارپوراسیون. همین شما باشید مادر جان هر یک مایده چویدی حیات به کله گرنگ میکنید. به جای همین در رو ایت خواب کنید مادر جان. خوابی خوش. ها پسرم، نقص خواب کرده خستی؟ بله مادر جان. به کار میروی؟ ها به کار میروم. خداوندا. مادر جان شعر نخونید. التماس وقت غنیمت است. وقت دیروزم همین دعا دی هم گفتید از کار دیر موندم. مایلش خیر مادر جان. یا الله فرزندم را حفظ کن. یا الله ای خدای قادر، ای خدای جبار، فرزندم را در امتحانهای آشکار و پنهانت
اجر و پاداش بده. یک دعای مادر امین دارد از حدها خطر، بگذراند از میانی صد بلایت بی ضرر. یک دعای مادر از حد گنج قارون قیمت است، یک دعای او طلسمی هست بر صدها ظفر. مادری من، دولتی من، گوهری ایمانی من، از همه دوری دوری ها بلا گردانی من. در شبی تارد دعای او چراغی روشن است، در دل زندان دعای او برایت روزن است. دارد امین از هزاران زخم و تیغ و تیرین است، در تن پاکت دعای نیکی مادر جوشن است. مادری من، دولتی من، گوهری ایمانی من، از همه دوری دوری ها بلا گردانی من. بگذراند زنده از حد مرگ و طوفانی بلا، بیرون آرد از دلی چاه و زکام اژدها. آنقدر نالد که تا درگاه حق رهوا کند، تا بریزد بر سر تو لطف و احسان خدا. از همه دوری دوری ها بلا گردانی من. با دعای تو در این دنیا شفاعت یافتم، با دعای تو در این دنیا شفاعت یافتم. هم در آن دنیا دعایت باد پشتیبانی من. مادری من، دولتی من، گوهری ایمانی من، از همه دوری دوری ها بلا گردانی من. مادری من، دولتی من، گوهری ایمانی من، از همه دوری دوری ها بلا گردانی من. خدایا خداوندا به فرزندم شفای کامل ده. مادر جان کلیم مادر جان، فرشتم مرا ببخشید مادر جان. مادر جان مرا ببخشید. خطا کردم، بی عقل بودم مادر جان.
با دعای شما مادر جان به سبزمو خوشبخت میگردم. مادر جان پیش پایتان بوسه میکنم. مرا ببخشید. همه آن چیزی که صاحب شدم این از بودن شما است مادر جان. مرا ببخشید. خدا جان تو بزرگی. خدا جان عمری مادرم را دراز کن. التجا میکنم تا اینکه من تکرار به تکرار در خدمتش باشم و دعایش را گیرم. پسر نااهلت را ببخش مادر جان. مادر جان مرا ببخشید مادر جان. با پایت خار نخلد.